اینجا معبد آمون است. ما امروز در مراسم صبحگاهی بیدار شدن آمون، خدای بزرگ مصریان، شرکت میکنیم. یعنی آمون خدای بزرگ مصریان دیشب را در خواب بوده؟ آری، آمون و خدایان دونپایه تر از او شبها را استراحت میکنه. اگر شبانگاه بنده محتاج به راز و نیاز با خدای خیش باشد باید چه کند؟ بندگان نیز چون خدایان باید شبها را استراحت کنند. خدایان روزها را برای مراجعه بندگان اختصاص دادند. داخل می رویم. فقط پیروان آمون و عالی مصر حق ورود دارند. ورود بیگانه ممنوع است. همه کاهنان پیشتر خود را در نیل مقدس تطهیر کردند. آنها قصد ورود به داخل معبد را دارند. جز کاهنان هیچ کس حق ورود به داخل معبد را ندارد. با آن وسایل آمون را شستشو داده تطهیر می کنند. لباس او را تعویض کرده آرایشش می کنند و خوشبوترین عطرها را به او می زنند و او را برای عبادت بندگان آماده می سازند. یعنی کسی نمیتواند در خلوت خود و یا در جای دیگر آمون را پرستش کند؟ نه، خدایگان آمون را فقط در معبد و در حضور خود او ستایش می کنند. ولی من شنیدم که خداوند در همه جا هست.
ای روح بلند خداوندگار ما آمون که به آسمان ها پرواز کردیم، اینک به شمایل مادی و جسم زمینی خویش بازگرد تا بار دیگر امور بندگان و پرستندگان را در ید با کفایت خویش بگیری. ای خدای بزرگ آمون کبیر، ای خدای بزرگ آمون کبیر، در صلح و آرامش بیدار شو، در صلح و آرامش بیدار شو. ای آمون بزرگ، از جوهره و اصاره معنوی این پیشکش ها و قربانی ها تناول نمایید و اونها را برای زمین متبرک کنید. کافی است، بردارید بین کاهنان و مردم تقسیم کنید.
چه زیبا شده، چه خوب او را آراستند. پرستندگان او زر و زیور او را بر نمی‌دارند؟ نه، کاهنان مراقبند. کسی جرأت چنین کاری را ندارد. باید این گونه باشد، وگرنه ممکن است دزدها به آمون دستبرد بزنند. من فکر می‌کردم آمون از ما مواظبت، ولی اکنون میگویید که آمون نیاز به مواظبت کاهنان و بندگان دارد. چه اشکالی دارد؟ آمون بهترین و مهمترین چیزی است که ما داریم. باید از او مواظبت شود. برکت باد بر شما بندگان من آمون را از استراحتگاه شبانگاهان به اداره امور بندگان بازگشتم. به اراده من صبح دمید و زندگی آغاز شد. بروید برای من که خدای شمایم تلاش کنید. بروید و تلاش کنید که روزیتان را به اراده خویش عنایت خواهم کرد. ببخشید بانو، این آمون بود که سخن میگفت؟ مگر ندیدی؟ چرا دیدم، اما یک سنگ که سخن نمیگوید. آمون سنگ نیست. او روحی است که به این شکل تجسم یافته. مرا ببخش. آمون خدایی بی‌نیاز و تواناست. ولی من امروز نیازهای گوناگون او را دیدم. او به استراحت نیاز داشت. او به لباس و زیورالات و شستشو هم نیاز داشت. او حتی برای حرکت کردن به یاری کاهنان نیاز داشت. او توان مواظبت از خود را نداشت. به کمک دیگران نیازمند بود. او به جا و مکان و زن و فرزند و خیلی چیزهای دیگر نیازمند بود. یعنی ما که خود راه می رویم توان پوشیدن، تزیین و شستشوی خود را داریم، از آمون بی نیازترین؟ نیستی؟ در برابرش احساس عجز کردم. او فقط ظاهرش یک کودک است. توان پاسخگویی به بسیاری از سوالاتش را نداشتم. بسیاری از پاسخها برای خودم هم قانع کننده نبود. او بسیار زیرک است. نگران نباش. من او را با خود به معبد برده و همه چیز را به او خواهم آموخت. بی پرده بگویم، او مرا نسبت به آمون به تردید انداخت. پس بگو صیاد خود اسیر صید شد. پس این غذا چه شد؟ آنقدر گرسنه‌ام که میتوانم گاوی را به تنهایی ببلعم. غذا حاضر است عالی جناب. پدر کلبه احزان را تمام کرد و به ما اجازه دخالت و یاری نداد.
این کلبه احزان من است، کلبه‌ای که مابقی عمر را در آن سپری نموده و در فراق یوسف مویه خواهم کرد و در سر این راه در انتظار بازگشت او خواهم بود. پدر، شما فکر میکنید برادرم یوسف باز میگردد؟ تردیدی نیست دخترم، ما همیشه باید منتظر بازگشت او باشیم. نمیخواهی یوسف را فراموش کنی؟ چگونه فراموش کنم؟ اگر او مرده بود چند روزی را به سود می‌نشستم و تمام میشد. اما چون نمیدانم که او در چه حال است، مدام از خودم میپرسم که اکنون چه میکنم؟ چه بلایی بر سرش آمده؟ آیا در چنگ راهزنان گرفتار آمده؟ در دام برده فروشان اسیر است؟ آیا او را به گناه آلودند؟ سیر است یا گرسنه؟ پوشیده است یا برهنه؟ آرام باشید نبی خدا. چرا این همه خود را رنج میدهید؟ غم مرگ عزیزان را کرانه ای هست، اما درد هجران و فراق جاودانه است. با این همه من صبر پیشه می کنم و این هجران را به امید وصال در انتظار می مانم. عرابه من آماده است. حتما باید او را با خود ببرید. آری، آمنحتب وصف او را شنیده. او را هم نزد آمنحتب خواهم برد، هم به معبد. فکر میکنم بی نتیجه است. او را کودک تصور نکنید. او چون درختان کهنسال نیست. جوان است و انعطاف پذیر و به سهولت تغییر می کند. با او چه سخن بگویم، عظمت آیین مصر و قداست آن را خواهد شناخت. یوزارسیف جوان ما آماده است؟ برای اطاعت از فرامین عالی جناب پوتیفار آماده. یوزارسیف، عرابه خطرناک است. مراقب خودت باش. اطاعت بانوی. اتفاقی نمی افتد. نگران نباشید. درون عرابه او را کنار خود سوار خواهم کرد. مراقب خودتان هم باشید. سربازان آمون مشتی خودسر، اغتشاشگر و قدرت طلب هستند. این سیلوها متعلق به معبد آمون است. هر ساله بخش اعظم قلعه مصر در اینجا ذخیره می شود. گویی کاهنان سیری ناپذیرند. آن باغ و زنان که می‌بینید به ظاهر متعلق به آمون است. مزارع و احشام متعلق به آمون را قبلا در کنار نیل دیدم. آن حیوانات هم که فربه شدن شکم کاهنان معبد را پر می‌کند. با این وضع کاهنان معبد هیچگاه اجازه نمیدن منافع آنها این همه به خطر بیفتد.
کدام آیین بهتر از آمون میتواند منافع آنها را تامین کند؟ این هم یکی از راه‌های حفظ پیروان آمون. هر گروهی را باید به طریقی مطیع کرد. خلایق بعضی بنده نامند، بعضی بنده مالند و بعضی بنده نام. اما بسیاری از مردم مصر آنان را شناختند و فریب نمی‌خورند. بانو زلیخا گمان می‌کنند که جناب پوتیفار می‌خواهند ارزش‌ها و عظمت مردم مصر را به من بیاموزند. ولی به عکس من می‌خواهم پوشالی بودن و زشتی‌های آیین مردم مصر را به تو نشان دهم. اینجا قصر آمنحتپ سوم، فرمانروای بزرگ سرزمین مصر است. اینها کیستن؟ به نظر مصری نمی‌آیند. اینها فرستادگان و سفیران کشورهای مختلف هستند که برای حکومت مصر خراج سالیانه آوردند. خراج یعنی چی؟ کشورهایی که زیر سلطه حکومت مصر هستند باید سالیانه بخشی از درآمد و اندوخته خود را به حکومت مصر بپردازند تا ما از آنها در برابر هجوم بیگانگان حمایت کنیم. نمی شود بدون خراج از آنها حمایت کنید؟ اگر این باج و خراج ها نباشند حکومت مصر نمیتواند به حیات خود ادامه دهد. ما باید از آنها سپاسگزار باشیم. این وحشی ها سواران و قشون معبد آمون هستند. تو اینجا بمان، من میگردم. حرکت کن. باید راه را بر آنان ببندیم. حرکت کن. عالی جناب، چرا راه را بسته اید؟ بگویید راه را باز کنند.
بار دیگر موجب اغتشاش در شهر شوید، با زبان شمشیر با شما سخن خواهم گفت، نه با زبان تازیانه. دیگر تکرار نشود. معبد آمون این اهانت را بی پاسخ نخواهد گذاشت. آن اخواه بگویید وحشیگری و افسار گسیختگی سربازان آمون را مهار کند، وگرنه پاسخ سختی از بوتیفار دریافت خواهد کرد. حرکت کن. حرکت کن. سربازان گستاخ معبد آمون باید تنبیه می‌شد. آنها بسیار بی‌پروا و گستاخ شده بودند. من هم میتوانم مثل شما شجاع و قدرتمند شوم؟ چرا که نه؟ اگر اشتیاق داری نزد رودامون برو و تمرین کن. آموختن فنون رزم برای تو ضروری است. عالی جناب بوتیفار اجازه تشرف محضر خدایگان آمنحتپ سوم را دارند. درود بر فرمانروای مقتدر و خداوندگار مردم مصر، فرزند خدایان عالی جناب آمنحتپ. درود بر فرمانده لایق ما جناب بوتیفار عزیز مصر. بوتیفار. بله فرمانروا. تو به تازگی در کارگاه خدایان نبوده ای؟ جز خداوندگار من جناب آمنحتپ کسی را به کارگاه خدایان راه نیست. گفتم شاید خدایان با دست خویش این کودک را سرشته و به تو هدیه کردند. این دردانه چیست؟ مصاحب جدید من است. به تازگی خریدم. مصاحب؟ بوتیفار، تو در زمره کودکان در آمده یا او هم تراز بزرگان است؟ به ظاهر کودک اما بزرگ است. نکته دان و دانا. چگونه دانایی است که هنوز تعظیم کردن به خداوندگار مصر را نیاموخته؟ هنوز فرصت آموختن نیافته فرمانروای من. او را عفو کنید. پسر جان، اسم تو چیست؟ یوسف علی جناب، اما صاحبان من به زبان مصری یوزارسیف صدایم میکنند. یوسف نامی عبرانی است جناب فرمانروا، یعنی غم‌انگیز، ریشه در تأسف دارد. این چهره را اندوه نباید. یوزارسیف نامی شایسته تر است.
بسیار خوب یوزارسی. بوتیفار مدعی است که تو نکته‌دار. شکوه و عظمت مصر را چگونه می‌بینی؟ اگرچه اظهار فضل در محضر بزرگان دور از ادب است، اما حال که فرمانروا امر می‌کنند سخن می‌گویم. عظمت و بزرگی مصر برای من حیرت آور است. مرا به یاد کوه‌های بلند و صخره‌های بزرگ می‌اندازد. ولی من فکر می‌کنم که تپه‌ای سرسبز و کوچک بهتر از صخره بزرگی است که علف برای خوردن گوسفندان ندارد. به راستی تو قدرت و عظمت مصر را چون کوههای بلند می‌بینی؟ همینطور است عالی جناب. اما اگر قدرت در خدمت محرومان به کار گرفته شود زیباست. آفرین یوزارسی. تو ثابت کردی که ادعای جناب بوتیفار بی‌مورد نیست. این تعظیم دور از شأن جانشین فرمان رواست. کسی که خون خدایان در رگ اوست به بنده خود تعظیم نمی کند. به اراده خودم نبود مادر. ناخودآگاه تحسین مرا برانگیخت. آیا جناب بوتیفار فقط برای معرفی همصحبت خود به اینجا آمدن؟ نه خیر خداوندگار من. و شکایت از خودکامگی و توحش سربازان آمون به خدمت رسیدم. هر روز در گذرگاه‌ها و معابر عمومی قائل به پا می‌کنند. از هیچ قدرتی بیم ندارند و از هیچ قانونی پیروی نمی‌کنند. خودسری را به نهایت رساندند. بیمان دارم که اگر با آنان برخورد نشود بر علیه حکومت مصر دست به اقدام می‌زنند. مخالفت با آمون و کاهنان معبد کفر است. حساب آمون با کاهنان معبد جداست. همانقدر که به آمون معتقدیم در سرکوب کاهنان خودسر و اغتشاشگر باید می‌گذشت باشیم، ولی مایل به برخورد عجولانه نیست. برای آنها نقشه هایی دارم تا فرصتی مناسب و تصمیمی درست با آنها مدارا کنیم. تو باید به خود ببالی یوزارسیف. تا کنون کودکی به زیبایی تو ندیدم. سپاسگزارم عالی جناب. من هم سخاوتمندتر از شما ندیدم. نبردی سخت در پیش داریم. آماده باش.
ملأ عام در مقابل دیدگان همه با شلاق به سر و صورت من میزد. من اگر جای پوتیفار بودم فرمانده بی مقداری چون تو را میکشتم، ولی او از غفلت من استفاده کرد. اگر قصدش را میدانستم لحظه‌ای مجالش نمیدادم. او حقیرتر از آن است که بخواهد در مقابل من بایستد. بر در خانه صاحب خود شیری، اما در برابر پوتیفار روباهی بیش نیستی. لافتنی بس است. بگو چه باید کرد؟ قصه‌ای که در برابر خانه خود پاس می‌کند چه می‌پرسید؟ چه می‌دانم چه باید کرد؟ من تردید ندارم پوتیفار و اربابش هر دو دشمن خدایان مخصوصاً آمون هستند، اما نمیدانم چه باید کرد. خب معلوم است چه باید کرد. هر دوی آنها باید مجازات شوند، آن هم به سختی. چه کسی میخواهد او را مجازات کند؟ تو یا آن سربازان بی‌مقدارت؟ من اگر سربازان بیشتری داشتم تبس را از لوث وجود او پاک می‌کردم. تو اگر مرد جنگ بودی امروز نشان میدادی. پوتیفار و اربابش آمنهوتپ هر دو در اوج قدرتند. در صورت بروز جنگ بین معبد و دربار معلوم نیست که ما پیروز شویم. بهتر است فعلا با آنها مدارا کنید تا موقعیت مناسبی پیدا شود. رادام بله. یک شاگرد مستعد و باهوش. ببینم چه میکنی. میخواهم که او قوی و شجاع باشد. من باید چه کنم جناب پوتیفار؟ جناب پوتیفار میخواهند که شما فنون رزمی به یوزارسیب بیاموزید. شمشیر بازی، تیراندازی، پرتاب نیزه و اسب سواری را به او بیاموز. مطمئن باش که زحمات تو را هدر نخواهد داد. تمام توان خود را در تعلیم او به کار خواهم بست. مطمئن باشید عالی جناب. با من بیا. شمشیر آموزش. این شمشیر است؟ شمشیر کودکان. آن که می‌خواهد شمشیر پولادین به دست بگیرد ابتدا باید شمشیر چوبین را تجربه کند. آماده ای؟ از خودت دفاع کن. آفرین. تو باید مانع اصابت شمشیر من به خود باشی. آفرین. آماده؟ اگر شمشیر بود اکنون شکمت را دریده بودم. اکنون تو بزن. من به شکم شما بزنم؟ آری محکم بزن. دردتان میگیره. دلم راضی نمیشه. آنچه میگویم عمل کن. بزن. بسیار خوب. خودتان خواستید.
جناب پوتیفار تشریف آوردند بانوی من. درود بر خداوندگار من عالی جناب پوتیفار. درود بر بانوی زیبای من زلیخا. اینجا چه میکنی؟ شمشیربازی یوزارسیف را مینگرم. گشت گذار امروز در شهر چگونه بود؟ او باید از نازپروردگی و ناپختگی به در آید. امروز به هنگام عرابرانی و تعقیب سربازان آمون ترسیده بود. شما با سربازان آمون درگیر شدید؟ پادیامون باید تنبیه میشد. پس از درگیری من و یوزارسیف به قصر آمنهوتپ رفتیم. امروز یوزارسیف سرافرازم کرد. او خیلی زیرک و باهوش است. پاسخهای نغز او به سوالهای فرمانروا ستودنی بود. آمنهوتپ رشته ای از مروارید گردن خود را به او هدیه داد و آمنهوتپ جوان هنگام انداختن آن به گردن یوزارسیف ناخودآگاه به او تعظیم کرد. نه، ممکن نیست. همه حاضرین در آن لحظه چون تو در حیرت بودند و آمنهوتپ جوان را منع می‌کردند. من به تو گفته بودم که از اون منافع زیادی به ما خواهد رسید. من فکر میکنم او در بزرگی حکیمی فرزانه و بی‌نظیر شود. من که خیلی امیدوارم. دشمنامون نابود باد، دشمنامون نابود باد. علی‌رغم میل باطنی من و شما، او روز به روز بزرگتر و عزیزتر می شود. خواهیم دید. تمرین با شمشیر چوبین که این همه برایت دشوار است، شمشیر سنگین پولادین را چگونه تحمل خواهی کرد؟ هر خام نازپروردی با تلاش آزموده و پخته می شود. به زودی باید شمشیر پولادین به دست بگیریم.
این شمشیر چوبین مقدمه است. ادامه دهید. پیشتر گفتم، باز هم میگویم، من از این غلام کنعانی میترسم. یوزارسیف. بسیار خوب، یوزارسیف. او آینده تو را به خطر خواهد انداخت. من دیدم که در معبد چگونه خدای آمون و مراسم پرستش را مسخره میکرد. بس کن کاری ماما. چه خطری؟ من نمیدانم این کودک چه بدی به تو کرده. با من بیا. من میدانم اینها را باید کجا ببریم. کجا میروی یوزارسیف؟ بیا، خواهی دانست. راه دوری نیست. برخیزید. برخیزید، برایتان غذا آورده. بردارید. این از آن شماست. بردارید. بردارید. این از آن شماست. بردارید. بردارید. این از آن شماست. بردارید. بردارید. اینها از آن شماست. بردارید. بردارید.
بیشتر دقت. آفرین. اقرار میکنم که تو از من قوی‌تری. یوزارسیف همیشه رو دامون راه استاد خود میداند. سپاسگزارم بنیامین. بعد از یوسف اگر تو را نداشتم با غم هجران چگونه سر میکردم؟ خدا را سپاس میگویم که توفیق پرستاری و مراقبت از نبی خدا را نصیب من کرد. به من بدهید مادر. بیا پسرم. به خاطر داری لیا، یوسف همچون بنیامین تو را مادر خطاب میکرد. از آن واقعه 11 سال گذشته پدر، اما یاد یوسف هنوز ذره‌ای از خاطر شما محو نشده. بهتر نیستی او را فراموش کنید؟ خواب یوسف را به خاطر داری؟ آری، به خاطر دارم.
او شما، مادرم و برادرانم را در حال سجده به خود دیده بود. این سجده یعنی برتری یوسف بر من و خاندان من. یعنی یوسف بر من ولایت دارد. ممکن است من بتوانم فرزندم را فراموش کنم، اما ولی خدا را که نمیتوانم. آیا پیامبری بر پیامبر دیگر میتواند برتری داشته باشد؟ آری، اگر پیامبری اهداف و آرزوی دیگر انبیا را تحقق ببخشد، بر آنان ولایت و برتری دارد. یوزارسی، پسرم، من فرزندی ندارم. مرا مثل پدر خودت بدان و هر گونه مشکلی داشتی به من بگو. هر خدایی قابل پرستش نیست. هر خدایی قابل پرستش نیست. خدا باید بی‌نیاز باشد. خدا باید بی‌نیاز باشد. بی‌نیاز از جا و مکان. بی‌نیاز از جا و مکان. بی‌نیاز از خوردن و خوابیدن. بی‌نیاز از خوردن و خوابیدن. همه هستی نیازمند است. همه هستی ضعیف و ناتوان است. غنی مطلق فقط خداوند است. غنی مطلق فقط خداوند است. به چه چیز می نگرید؟ مگر شما کار و زندگی ندارید؟ بروید. همه هستی نیازمند است. یوزارسیف، شما بنشینید. همکنون باز می‌گردم. عالی جناب پوتیفار، امری داشتند؟ پیشکار قصر جناب هونیفر مدت هاست که بیمار است و بسیاری از امور قصر مختل مانده. تا بهبودی او شما امور قصر را اداره کنید. تو اینجا چه میکنی؟ من ببخشید، پوزش میخوام. از بیماری هونیفر مطلع هستم. به عیادت او رفته بودم. شما نگران نباشید. تا بهبودی او در حد توان انجام وظیفه خواهم کرد. نگران نیستم و میدانم که به خوبی از عهده اداره امور برمی‌آیی. سپاسگزارم. این از حسن ظن شماست. از امروز به جای هونیفر یوزارسیف عهدهدار پیشکاری قصر خواهد بود. باورت نمی شود؟ خودم شنیدم با همین گوش ها از زبان خود بودیفار شنیدم. مطمئن باش. میمیزا با خودش شنیده بود. مطمئن باش که او جانشین هونیفر شده. چه کسی بهتر از یوزارسیف؟
هونیفر مریض است. از این پس یوزارسیف پیشکار قصد خواهد جوان است ولی میتواند. سرآشپز؟ بله جناب یوزار. گفته بودم حال جناب هونیفر خوب نیست. برای او غذایی مناسب تهیه کنید. آماده است. همکنون میفرستم. شماها کار ندارید؟ اینجا چه میکنید؟ بله. خب چه شد جناب سینوهه؟ پیشتر هم گفته بودم بگویید وسایل سفرش را آماده کنند. از دست من کاری ساخته نیست. یعنی امیدی نیست؟ کاری کنید جناب سینوهه. او ضعیف است. تحمل این بیماری را ندارد. درون قفسه سینه‌اش انباشته از لخته‌های خون است. مدتی است که از امور قصر بی خبرم. کسی بهتر از تو نمیتواند این امور را اداره کند. نگران نباشید. شما فقط سعی کنید با استراحت هرچه زودتر بهبود یابید. نگران اداره امور نیستم. نگران عمر تباه شده خویشم که به پایان راه رسیده، اما به پایان انتخاب نرسیده. گمان میکنم منظور تو را فهمیده باشم. هنوز دیر نشده. میتوانی انتخاب کنی. خب من چه باید بکنم؟ تا دیر نشده به من بگو. همه فکرهای خود را کرده ای؟ 11 سال است که به خدای تو فکر می کنم. درست از روزی که تو را در این قصر دیدم. فکر دیگر بس است. فقط به من بگو چه باید بکنم. میخواهم با هونیفر تنها باشم. تو وقتی 11 سال است که به خداوند یکتا فکر میکنی، پس یکتا پرستی. مبارک است. مدت هاست که در خلوت با سخن میگویم. آیا تو میدانی که به فرستادگان خداوند نیز باید ایمان داشته باشی؟ اگر آنها را بشناسم حتما ایمان می آورم. حضرت آدم پدر همه انسان ها و اولین پیامبر خداست و یوسف در این زمان آخرین آنهاست. یوزارسیف، صبر کن ببینم. یوسف که نام اصلی توست، یعنی تو پیامبری
اگر می‌دانستم سالها پیش به تو ایمان می‌آوردم. آیا از خدایان کفر و شرک و تندیس‌های بیجان بیزاری می‌جویی؟ مبارک است. به جمع یکتا پرستان خوش آمدی. سالها پیش با جناب پوتیفار شاهد عبادت پیروان آمون بودم و دیدم که آنان تندیس‌های مصنوع دست خیش را چگونه تقدیس می‌کردند و نیاز خیش را به او عرضه می‌نمودند. از آن زمان با خداوند عهد کردم که با شرک و بت پرستی مبارزه کنم و خوشحالم که جناب هونیفر یکی از ثمرات آن تلاش است. منم خوشحال. یوزارسیف، آیا اکنون اگر دنیا را ترک کنم جایگاه آتش دوزخ نخواهد بود؟ یقین بدان این وعده خداست. اگر کسی در آخرین لحظه زندگی هم شرک را ترک کرده و به خداوند یکتا ایمان بیاورد از نجات یافتگان است. درود بر پیشکار بزرگ قصر بوتیفار جناب یوزارسی. چه کسی به شما گفت که من پیشکارم؟ همه عالی قصر میدونن جناب پیشکار. درود بر عالی جناب یوزارسی. درود بر شما. اشتباه شنیدید. پیشکار هنوزم جناب هونیفر است و من فقط تا بهبودی ایشان اجرای امور قصر را بر عهده خواهم داشت. عجب. بانو زلیخا کجا را می‌نگرند؟ من هیچ جایی را نگاه نمی‌کردم. یوزارسیف پیشکار جدید قصر هیچ نیست. گاه تو پا را از گلیم خود دراز سر می‌کنی کاری ماما. حواست رو جمع کن. همیشه این نیش‌های تو بی پاسخ نمی‌مونن. دیروز بخشی از زمین‌های ساحل نیل را به نام آمون مصادره کردم و امروز چند تن از دختران جوان را به زور از محله‌های فقیرنشین به معبد آمون آوردند. برای همسری آمون بردند. این که اتفاق تازه‌ای نیست. دختران جوان همیشه همسری آمون را به اختیار خود برگزیدند، نه به اجبار. در ثانی بگو برای لذت کاهنان بردند، نه همسری آمون. وگرنه آن تکه سنگ بیروح را چه نیازی به همسر؟ شما نباید در حضور ولیعهد جوان از کاهنان معابد و آمون بزرگ بدگویی کنید. این سخنان ایمان او را متزلزل می کند. ایمان؟ ایمان فرزندمان را اعمال ناپسند کاهنان و اربابان معابد متزلزل می کند، نه بیان این حقایق. او باید همه چیز را بداند. باید بداند مردم سرزمینش به چه چیز ایمان دارند و در آینده قرار است بر کدام مملکت حکومت کند. من آنچه را که باید از آمون و کاهنان معبد بدانم میدانم. این سخنان برایم تازگی ندارند. او همیشه طرفدار کاهنان و معبد بوده و اعمال ننگین آنها را توجیه می کند. آنقدر که نگران آمون و کاهنان خودسر و اغتشاشگر است، اصلاً به فکر حکومت و سلطنت من نیست. فرمانروای بزرگ در خصوص اقدامات اخیر کاهنان چه فرمانی میدهند؟ زودی به این هرج و مرج خاتمه خواهم داد و تومار کاهنان را در طفل در هم خواهم پیچید. هرچه زودتر مقدمات
امکانات حمله به معابد را فراهم کنید. آیا فکر می‌کنید لشکر مصر از عهده سپاه معبد برمی‌آید؟ آنها مردم را به ستوه آوردند. دیگر معبد هم پایگاه گذشته را ندارد. قدرت آنها چون گذشته نگران کننده نیست. هر خدایی قابل پرستش نیست. خدا باید بی‌نیاز باشد، بی‌نیاز از جا و مکان، بی‌نیاز از خوردن و خوابیدن. از جان من چه میخواهی؟ چرا چون سایه شب و روز منو تعقیب میکنی؟ هیچ بروی من هیچ. من وظیفه خود میدانم که همیشه در دسترس و حاضر به خدمت باشم. اگر حضور من موجب آزارتان میشود از این پس از شما دوری خواهم کرد. میگویی برای چه این همه یوزارسیف را زیر نظر گرفته است؟ نمیدانم، من بارها این منظره را دیدم. امیدوارم در این نگاه ها سوء نیت خاصی در کار نباشد. امیدواری تو بیشتر به حماقت شبیه است تا حسن نیت. درود بر خداوندگار قصر جناب پوتیفار. درود بر عزیز مصر جناب پوتیفار. درود بر رودامون با وفا و یوزارسیف حکیم. میخواهم خود را بیازمایم. با من میجنگی؟ جنگ نه، اما اگر قصد آزمون داری امتحان پس خواهم. قصد مبارزه با کاهنان معابد را دارد. او میخواهد کارشان را یکسره کند. آنها بیش از خطری شده و در امور مصر اخلال ایجاد میکنند. کار خطرناکی است. در حال حاضر توان ارباب معابد زیاد است. او تصمیم خود را گرفته و به من نیز دستور تجهیز
نیرو داده است. برای علی نیرو اقدام خواهد کرد. آمنوتپ باید مراقب نفوذ عوامل معبد در قصر باشد. زندگی آمنوتپ در خطر است. مراقب او باشید و لحظه‌ای تنهایش نگذارید. خطر از ناحیه چه کسانی؟ هر کسی میتواند باشد. تک تک اهالی قصر آمنوتپ. دشمنان جناب آمونهوتپ همه جا هستند. من بانوتی را یک بار دیدم. او نسبت به آمون بسیار وفادار است. عجیب است. آمنهوتپ امروز همین مطلب را هنگام نزاع با باروتی به او گفت. او را خائن و طرفدار معبد خواند. مواظب جان آمنهوتپ باشید. خطر جدی است. ندیمه بانوتی از طرف ایشان پیغامی آورده است. بانوتی فرمودند به شخص شما بدهم. از طرف من از بانوتی تشکر کنید. تو نیز با من بیا. حالا جناب اتفاقی افتاده؟ عالی جناب کاهن بزرگ آنخ ماهو، هشدار که خودسری‌های کاهنان و سربازان معبد موجب اخلال در نظم کشور مصر شده. آمنهوتپ فرمانروای مقتدر ما را وادار به اقدام علیه معبد آمون کرده است. بهتر است از خودسری و ایجاد هرج و مرج دست برداشته و پیش از اقدام آمنهوتپ از او عذرخواهی کرده و آتش این اختلاف را در نطفه خفه کنید. بانوتی یا زیرکانه ما را از خطر آگاه کرده یا ساده لوحانه جاسوسی همسرش را انجام داده و ما را از نقشه‌های او باخبر کرده است. هرچه هست خطر ما را تهدید می کند. خب تصمیم جناب آنخ ماهو چیست؟ ما باید با بردن عذر برزی به پیشگاه آمنهوتپ از واقع جلوگیری کنیم یا با ضربه آگاهانه دشمن را از اقدام به حمله باز بداریم. من راه دوم را میپسندم. عذرخواهی هم معبد آمون را تحقیر میکند و هم خطر حمله را برای همیشه باقی میگذارد. قبل از حمله دشمن باید حمله کرد.
از کجا میدانی در صورت حمله با پیروز میشویم؟ اگر شکست خوردیم چه؟ من عذرخواهی و صلح را مناسب‌تر میدانم. من با حمله موافقم، اما نه اون گونه که پادریامون گفت. دشمن ما یک نفر است، آمن‌هوتپ. ما نیز با یک نفر حمله میکنیم. برای نیل به این مقصود به یک نفر از نزدیکان آمن‌هوتپ نیاز داریم. به گمانم من یکی از نزدیکان آمن‌هوتپ را بشناسم. انسان موجود برتر و همه موجودات کمتر از انسان هستند. هر آنچه از موجودات که با چشم ما قابل دیدن است و هر آنچه را که می توانیم بفهمیم و حس کنیم از ما پایین‌تر است. پس ما از همه موجودات بالاتریم. ولی ما آمون را میبینیم، از آمون که بالاتر نیستیم. آمون سنگ است و یک سنگ تراش او را ساخته. پس معلوم است که آمون از سنگ تراش بالاتر نیست. ساخته دست هیچ کس از خود او بالاتر نیست. آیا خدای شما رو میتوان دید؟ خداوند بالاتر از دیدنی است، پس نباید دیده شود. او در عین حکمت و درایت معلمی توانا هم هست. چه کسی باور می‌کند این همان کودک ناز پرورده است؟ برده دیروز اینک همه کاره قصر شده. تو از این رشد و پیشرفت یوزارسیف ناراحتی؟ نه، به نظرم لیاقتش را دارد. او جوان خردمند و حکیمی است. من که در همه امور با او مشورت میکنم و تا کنون زیانی هم ندیدم. من برای او بیمناکم. باید مراقب بود یوزارسیف در ملأ عام ظاهر نشود. بیشک زنان بوالهوس مصری برای او دام میگسترند و حاصل تلاش‌هایمان را به هدر می‌دهند. این طبیعی است. جوانی برومند و خوش‌چهره‌ای چون او هر زنی را به خود جلب می‌کند. اگر تاکنون اجازه رفت آمد در شهر را داشت، اکنون اینجا نبود. جناب یوزارسیف، حال جناب هونیفر خوب نیست. جناب رودامون را خبر کنید. بچه‌ها همینجا بنشینید، الان برمیگردم. حال هونیفر مهربان ما چگونه است؟ پسرم یوزارسیف، نگران بودم که تو را ندیده بمیرم. خوشحالم که آمدی. جناب پیشکار، شما که نمیخواهید ما رو ترک کنید. نگران نباشید، به زودی بهبود میابید. بگذارید تا وقت دارم حرفایم را بزنم. پسرم یوزارسیف، تو به همه امور این قصر آشنایی و بهتر از هر کس میتوانی اینجا را اداره کنی. تو برای ساکنان این قصر خیر و برکت به همراه آوردی. تردید ندارم که با وجود تو آسایش و آرامش ساکنان این قصر را فرا خواهد گرفت. همه تو را دوست دارم. امیدواریم هرچه زودتر حالتان بهبود یابد و از نعمت وجود شما همیشه برخوردار باشیم. تو را چه شده هونیفر؟ حال پیشکار قصر ما چگونه است؟ جناب پوتیفا،
خوشحالم از این که در آخرین لحظات شما را ملاقات میکنم. امیدوارم که هر چه زودتر بهبود یابی. اهالی قصر یوزارسیف را دوست دارند و بیشک از فرامین او اطاعت خواهند کرد. امیدوارم که من یوزارسیف را علیرغم جوانی به جای تو برخواهم گزید و اصلا نگران اداره امور قصر نیستم. تو نیز نگران نباش. من در حضور شما و همه اهالی قصر و یوزارسیف جوان اقرار می کنم که به خدایی غیر از خدایان مصر ایمان دارم و از او می خواهم که مرا در زندگی ابدی به آرامش برساند. من از کسی که هدایتم کرد میخواهم که برایم دعا و طلب آمرزش خداوند هونیفر را در جوار رحمت خیش قرار دهد. من بار دیگر پدری دلسوز را از دست دادم. هونیفر مردی بزرگ و مهربان بود. امیدوارم آرامش ابدی نصیب او گردد. هونیفر باید طی مراسم با شکوهی تشییع و تدفین شود. تابوت مخصوص او را بیاورید. او را به غرب ببرید و مومیایی کنید و در مقبره مخصوص ما دفن کنید.